غذای سالم صبحانه هم بامزه و هم فایده‌ناک. تخم آبپز، یا 2 تیکه پنیر، کمی چهارمغز و بادام، 20 گرم شکلات، پمیدور 1 تا، بادرنگ و حتما سبزه. و برای چای از چای نعنا این صبح استفاده کردم. از نان باشد همگی 1 بریده نان سیاه میگیرم و حتما با آن مسکه میمالم. و دوستانی عزیز، اگر از حد خواهش داشته باشم میتونم 1 قاشق مربا گیرم، ولی نه همه وقت. امروز نه همین صبحانه من هست. کم کردن کربوهیدرات ها در صبحانه باعث خراب شدن و سلامتی میشود. بیاید توصیه های طبیب رو گوش میکنیم و بعدا صحبت رو ادامه میدیم. کربوهیدرات میخوری مثل نون و برنج و شیرینی، قند خونمون سریع میره بالا. بدن مقدار زیادی انسولین ترشح. انسولین به بدن سیگنال میده که یا این قند رو بسوزون و اضافیش رو تبدیل به ذخیره انرژی کن. و از طرفی از سوزوندن چربی ها برای تولید انرژی جلوگیری میکنه. اما وقتی کربوهیدرات کم میخوریم، انسولین پایین میمونه و بدن میره سراغ سوزوندن چربی های ذخیره شده برای تهیه انرژیش. یه مدت صبحونه نون سفید و مربا و شیرینی و چای شیرین رو کنار بذاریم، به جاش با تخم مرغ و پنیر و آجیل و سبزیجات و نوشیدنی های بدون قند بیشتر آشنا بشیم. و خب دوستانی عزیزم، یک فایده دیگری این گونه صبحانه اون است که ما دیر گرسنه میشویم و این باعث میشود که در وعده دیگر غذایی ما کمتر غذا بخوریم، چون از حد گرسنه شدن باعث بیشتر خوردن میشود. پیش از استفاده حتما با طبیب خود مشورت کنید. سلام.